سلام به شما. امروز میخوایم با هم یه بحثی رو باز کنیم که شاید واسه شما هم سوال بوده باشه، مخصوصا اگه با کارهای ساختمون سازی و اینا سر کار دارید. اینکه چرا وقتی میگن حریم گسل هر کسی انگار یه برداشت دیگه ای داره. سلام، بله دقیقاً همینطوره. یه جور سردرگمی وجود داره. خب ما رفتیم سراغ منابع تخصصی، یعنی متون زمینشناسی و مهندسی ژئوتکنیک لرزه‌ای تا ببینیم قضیه چیه. هدفمون هم اینه که بفهمیم این فرق‌ها از کجا میان و خب چرا اصلاً مهمه که شما این تفاوت رو بدونید. نکته اصلی همینه که دو تا گروه متخصص، یعنی زمینشناسا و مهندسای ژئوتکنیک لرزه‌ای، هر دو ممکنه بگن حریم، ولی اون چیزی که تو ذهنشونه خیلی فرق داره. یعنی مقیاسش، معنیش، زمین تا آسمون متفاوته گاهی. و خب این باعث مشکل میشه دیگه. خب پس بیایید یکم دقیق تر شیم. اول بریم سراغ نگاه زمینشناسا. انگار تو ایران وقتی استادای زمینشناسی میگن حریم گسل، بیشتر منظورشون مفهوم جهانی فالت زون یا منطقه گسلیه، درسته؟ بله کاملا درسته. فالت زون، ببینید یه محدوده نسبتاً پهنه. یعنی صحبت از مثلا صدها متر تا حتی شاید 1 کیلومتر دور خط گسله. اینجا منطقه‌ایه که خود فرایندهای زمینشناسی گسل توش اثر میذاره. ولی نکته اینجاست، این تعریف به این معنی نیست که خب اینجا مطلقاً ساخت و ساز ممنوعه. آها، پس یعنی یه منطقه مطالعاتیه بیشتر. دقیقاً. تمرکز زمینشناسا بیشتر روی خود پدیده گسله. برای همین هم کمتر می‌بینید از کلمه‌ای مثل ستبک یا همون فاصله عقب نشینی استفاده کنن، چون اون یه تعریف مشخص برای ساخت و سازه و خب کار اصلی زمینشناس اون نیست لزوماً. پس یه نگاه کلان به منطقه تحت تاثیر گسل دارن. خب حالا این ما رو میرسونه به گروه دوم، مهندسای ژئوتکنیک لرزه‌ای. وقتی اونا میگن حریم گسل، منظورشون چیه؟ همون منطقه کیلومتریه؟ نه اصلاً. اینجا فرق اصلی معلوم میشه. ببینید برای مهندس ژئوتکنیک لرزه‌ای که دغدغش ایمنی ساختمون هاست موقع زلزله، حریم گسل تقریباً همیشه یعنی همون ستبک دیستنس، فاصله عقب نشینی. فاصله عقب نشینی. خب این چقدره حدوداً؟ خیلی کمتره، خیلی. شاید مثلا 15 متر، 20 متر، 30 متر از اون خط اصلی گسل. این یه نوار باریکه که ریسک این که زمین دقیقاً اونجا پاره بشه موقع زلزله بالاست. برای همین خیلی تاکید میکنن که تو این فاصله کم به خصوص ساختمونای مهم ساخته نشن. وای، 15 متر در مقابل 1 کیلومتر، عجب اختلافی. پس یه کلمه حریم میتونه اینقدر معنیش متفاوت باشه. دقیقاً. و اینجاست که اون سردرگمی که اول گفتیم معنی